به نام خدا. آموزش طراحی سایت رو شروع میکنیم با مبحث HTML. تو جلسات بعدی هم CSS رو کار میکنیم. خب برای اینکه کد HTML رو وارد کنیم ما نیاز به یک نرم افزار داریم که کارمون رو راحت تر بکنه. البته شما تو خود نوتپد هم میتونید کدهای HTML رو تایپ کنید، ولی نرم افزار رو به هر حال کار رو راحت تر میکنه. چند تا نرم افزار هست که شما میتونید باهاش کار کنید، مثل رپید CSS که من دارم استفاده میکنم، دریم ویور، شیرپوینت آفیس و فرانت پیج که البته فرانت پیج نسخه قدیمی شیرپوینت. خب ما برای اینکه شروع کنیم کار رو روی گزینه فایل نیو HTML پیج رو کلیک میکنیم. یه سری تگ ها رو به صورت دیفالت برای ما اضافه میکنه. اولین تگی که توی HTML به کار میره خود تگ HTML هست، بعد هد، بعد بادی. در قسمت هد متا تگ ها و برخی از کدهای CSS و جاوا رو قرار میدیم. در قسمت بادی کلیه باتم ها، عکس ها و متون. حالا جلوتر که میریم من حالا مثلا بحث HTML و هد رو بیشتر توضیح میدم. خب ببینیم تگ بادی باز میشه و بسته میشه. کلا تگ های HTML اصولا یه نقطه شروع دارن و یه پایان. البته بعضی از تگ ها هم هستن که جلوتر میرسیم بهتون توضیح میدم. خب اولین تگی که ما میخوایم کار کنیم باش تگ پی هست. تگ پی رو باز میکنم، میبندم. خب تگ پی برای پاراگرافه، تگ پرکاربردیه. مثلا من این متن رو میخوام درون سایتی که دارم میسازم کپی کنم و اجرا کنم. خب متون رو کپی کردم. ببینید نحوه نمایش اینتر داره. ما میخوایم ببینیم مثلا اینتر ها میفته تو تگ پی. پریویو میگیرم. ببین تمام مطالبی که ما میریزیم فقط یه دونه تک اسپیس شناخته میشه. ببینید با این که ما اینجا اینتر زدیم، حتی شما اگه 10 تا هم اینتر بزنیم هیچ تأثیری در نحوه نمایش نداره. خب من اینو میبندم. ببینید یه گزینه پریویو داریم که بهمون نشون میده همون صفحه بروزرمون رو. یه هوریزونتال هم داریم که هم کد رو نشون میده و هم پریویو رو همزمان. از این قسمت هم شما میتونید نوع مرورگرتون رو انتخاب کنید. خب ببینید ما تمام متنا رو چه با اینتر وارد کنیم چه بدون اینتر، یا اینی که 20 تا اسپیس بزنیم، هیچ تفاوتی تو محیط پریویو ما نداره. خب پس ما پاراگرافمون رو ایجاد کردیم، متنا رو ایجاد کردیم. حالا میخوایم بریم سراغ اینی که اسپیس بدیم به کارمون یا اینی که اینتر بزنیم. خب من اینو به حالت قبل برمیگردونم. پس ما این نکته رو یادتون باشه، هر وقت پاراگراف داشتیم از تگ پی استفاده کنیم. حالا پاراگرافمون رو میخوایم ادیت کنیم. اگر من بخوام اسپیس بندازم اینجا، یه دونه اسپیس رو ببینیم به صورت دیفالت شناخته سیستم. حالا من میخوام چند تا بدم، ببینید هیچ تغییری نمیکنه. برای اینکه ما اسپیس رو ایجاد کنیم شیفت اسپیس یا از این دکمه استفاده میکنم. من 4-5 بار اینو کلیک میکنم. ببینید و این اسپیس ها رو برای ما ایجاد کرد. خب حالا ما میخوایم اینتر داشته باشیم. برای اینتر چیکار باید بکنیم؟ برای اینتر میتونید از این دکمه استفاده کنید BR، یا شیفت اینتر رو بزنید، یا اینکه اون تگ رو تایپ کنید که من تایپش میکنم BR. این جزء تگ هاییه که نیاز به باز و بست نداره. ببینید اینتر الان اجرا شد. من میخوام بعد از یه اینتر دیگه باشه. و همینطور ما میتونیم اینتر بزنیم و متنمون رو با یک اینتر از هم دیگه جدا کنیم. خب فکر کنم تا اینجا کسی مشکل نداشته باشه چون مطالب آسون است. میریم سر تگ بعدی، تگ اسمال.
اگر شیفت اسپیس بزنی درستش رو خودش براتون می‌نویسه و موقعی که من میبندم تگ رو اتومات به انتها اضافه میکنم. خب من کلمه CMS رو تایپ میکنم. ببینید CMS یه پله تقریبا یه سایز کوچکتر از سایز نرمال در اون انتها هست. حالا من یه بیار اگه اینجا اضافه کنم به خط بعدی انتقال پیدا میکنم. خب با اسمال پس یه سایز کوچکتر، با بیگ یه سایز بزرگتر، با استرونگ بولدش میکنم. خب ببینید تفاوت ها رو اگه شما کاملا میتونین احساس کنید. CMS سایز نرمالش استرونگ بولد شده. ببینید الان اینا اون چسبیدن به هم. یا میتونیم یه اسپیس ایجاد کنیم، یعنی که از کد اسپیس چند بار استفاده. خب ببینید پس بیگ بزرگترش کرد که این CMS هست، اسمال یه سایز کوچیکتر. این اولین بخش درسمون بود. به بخش دیگه تک‌های بیشتری رو بهتون آموزش میدیم. برای اینکه ما سیو کنیم فایلمون رو گزینه فایل، سیو. ببینید اولین صفحه سایت شما حتما باید ایندکس باشه که فایلاتون رو شما میریزید روی هاستتون. هاست اولین فایلی رو که میخونه ایندکسه. حالا برای شما صفحه تماس با ما میتونید کانتکت آس و غیره رو استفاده کنید. پس صفحه اول تو ایندکس، بعد اینجا برای اینکه بتونید فارسی رو ساپورت کنیم انکودینگ رو روی UTF-8 قرار میدیم و سیو. الان فایل شما سیو شده، تونستید یه صفحه HTML ایجاد کنید.